بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز، کسایی که ما را از شبکه‌های اجتماعی چی فیسبوک چی یوتیوب و دیگر صفحه ها میبینن. امیدوارم همتون خوب و صحتمند و جور باشین. به ادامه کمک‌های موسه و کوی یا کمک برای اطفال یتیم و خانواده‌های بی‌وضاحت آمدیم به یکی از خانواده که واقعا مستحق هستند، ضرورت دارن و آماده هستیم که برشان کمک کنیم. کسایی را که شما خواستین از بیرون کمک کردین تا که مواد غذایی را برشان برسانیم، ان شاء الله ما ایده اینو ادا میکنیم و برشان میرسونیم. خواهر جان سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ شکر بخیر. سلام علیکم لالا جان، خوب هستین؟ بخیر. زنده باشین. تشکر. ما از موسه و کو اومدیم یا کمک برای اطفال یتیم. شما را زحمت دادین. میشه که شما خودم معرفی کنین، فامیل بگین، چند نفر اعضای فامیل است، چی کار میکنن، نانآور فامیل است نیست، پدر جان مادر جان، یک معلومات مختصر بر ما بدین. اسم من فریده است. اینمی یک دو بیادر داشتم، دو خوارک. یک بیادر من 2 ساله بود، او را دادیم به فرزندی. یک خوارمون پیشکاکایم در ایران است. فعلا یک بیادرک مانده که اینمی هم رحمت جان با ما کار میکنه، نانه ما رو میاره. تقریبا 2 سال میشه که پدر مادرم فوت کرده دیگه. یک خوار یک بیادر مانده، فعلا پیش 3 نفر هستیم در خانه. ما میخواهیم که بعض از مواد غذایی را که کسایی را که همراه ما در بیرون از کشور هستند یا داخل از کشور هستند همراه ما کمک کردن بر شما بتیم. این مواد غذایی ما شامل برنج، روغن، چای، بوره، نمک، مکرونی و بعض مواد خوراکی دیگه می باشه. ان شاء الله بر شما به خیر میرسه. دیگه کسایی که ما را صفحه شبکه‌های اجتماعی میبینن، اگر میخواین ما موسه و کوب و یا کمک برای اطفال یتیم به همچون خانواده ها یا به می خانواده کمک های دوامدار داشته باشیم، کمک های خود دوام بدیم، شما میتونین به شماره تلفنی که زیر اسکرین تلویزیونتان میبینین زنگ زده و همراهی تو فامیل ها کمک کنین. بازم تا برنامه دیگری که ما در خدمتتان با یک فامیل مستحق دیگر قرار میگیریم. خدا حافظ و نگهدارتان.